ما خو چون دایی را بسیار سختی کشیدیم. اوقا که ما سرکوب شدیم موقع تشویق نشدیم. افغان چطور میتونه در ایران موفق باشه؟ چطور میتونه که در عرصه‌های جهانی برای ما مهاجر به دنیا آمدیم در کشور دیگه در دیار غربت باز بیادر من دمزی بروبروهایی که در اروپا شد ما یک بیادر داشتیم که بیادریم به اروپا برآمد باز دو را بسیار سختی کشید بسیار جانش به خطر افتاد افغان بودن برای ما نباید ما نباشه نه قومیت ما نه ملیت ما تلاش کنیم و یک دیگر کمک کنیم ما در دوران مدرسه یا در دوران دیگه که در ایران بودم سختی بسیار کشیدم نمیگم که نکشیدم تحقیر هم شدیم نمیفهمم در دیگه کشورها هم شاید باشه بله. از خاطر که ما کشور برای خیلی بسیار اهمیت داره و در اونجا بسیار تلاش میکردم که نام افغانستان در جا که میبریدم بگویم